سلام بچه‌ها، چطورین آقا؟ امروز ما اومدیم با هم دیگه با یک ویدیو جدید. امروز قراره با هم دیگه بریم یک روز زندگی کریستیانو رونالدو رو انجام بدیم. بهترین بازیکن پرتغالی و بهترین بازیکن جهان شناخته شده. درصد چربی بدن 7%، قدرت عضلانی 50% و میخوایم بهترین بازیکن جهان تمریناتش انجام بدیم، زندگیش انجام بدیم. ببینید آقا ستاره پرتغالی چجوری بازی میکنه، چیکار میکنه که همچین بدن آماده ای داره. یکی یکی تمریناتش انجام میدن. تمریناتش از تمرینای پا قرار انجام بشه، تمرینای شکم انجام میشه، تمرین آمادگی جسمانی انجام میشه. یکی یکی قرار همه تمرین اولش رو میاد ستاره پرتغال با اینکه ببینه اقد زیاد میپره و واقعا ضربه سر عالی داره، تمریناتش به این شکله که میاد به این ست به 8 تایی شلوار رو کشیم بالا نهید باید صورت 8 تمرینش از این قرار که برای حرکت رو 8 بار بریم و بیایم و نفس گرفته بشه. من یک بار دیگه میرم میام، بعد سر تمرین ها بعده که دیگه نفس بگیرم. وای پام درد گرفت. میره واسه تمرین حرکت. خب بچه‌ها میره سراغ تمرین بعدی. تمرین بعدیش ست 10 تاییه که باید به این صورت اجرا بشه. باید پا بیه بالا، روند اول 20 تا 40 تا و ست هر حرکت من انجام میدم 3 ستی باید انجامش داد. ست اول 30 سنجاق دارم خود خیلی نمیه. بعد مثلا نیست راست یه حرکت رو 3 ست انجام میدی، هر 10 بار میپری و میری دنبال حرکت های بعدی. و تمرین بعدیش از قرار که این حرکت رو 8 بار 3 ستی انجام میدی که این صورت. حرکتاش واقعا فشاریه. من شد با توجه به که یکم وزنم بالاه یکم سخت بود. شما انجام بدید ببینید شما میتونید تک تکشو قشنگ انجام بدید یا نه. میرید سراغ حرکت بعد. و بله اینجا رو میبینید که منظره بالا رو نگاه کنید. واقعا من نمیدونم چی بودن اینا، چقدر زیاد بودن. خب از بس دور ندیم بریم سراغ ادامه ویدیو. آقا تمریناتمون حرکت بعدیش از حرکت به این صورت میره. تمریناش خیلی سنگینه خوده. این حرکت ها 10 ست انجام میدی، 3 ست 10 تایی، هر پا 10 تا جلو عقب انجام میدی و میریم دنبال حرکت های شکم که اینو واسه شکم چه حرکت های انجام میده. لیتس گو. حرکت بعدی که واسه شکم رونالدو انجام میده، این حرکت رو 30 بار انجام میده به مدت 2 ست. این شکل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 16 17 18 19 20. اوه، یعنی تمام فشار رو تو عضلات شکم میشه مشاهده کرد. بریم واسه حرکت بعدی. حرکت بعدی به این صورت که دستا رو به این صورت قرار میدی، 30 بار بعد انجام میدی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ما 10 تا انجام دادیم، انشالله 20 تا بقیهش باشه واسه شما که شما انجام بدی. No! God, please, no! 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 شکم اجازه نمیده همچی حرکتایی رو زیاد انجام بدی. میریم واسه حرکت بعد. حرکت بعدی بچه ها، پا رو به این صورت میدی بالا، سر دست زیر سر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 اوف، ناموسا نفس میاد بالا حاجی، نفس انگاری تو گیر میکنه. این حرکت 30 تا بار انجام میدی، 3 ستی. و ما میریم واسه حرکت بعدی. شما تک تک این تمرین‌ها رو تو خانه قشنگ 3 تا انجام بدی، دهن تو سرویس میشه ولی به بدنی مثل رونالدو دست پیدا. حرکت بعدی که میخوایم انجام بدی این حرکته و به مدت 20 ثانیه بعد انجام بدی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این حرکت 20 بار انجام میدی و 3 ست 20 تایی انجامش میدی. و بریم واسه حرکت های استقامتی رونالدو. ببین در چه صورتیه. لیتس گو. آقا حرکتی که بعدی باید انجام میدی حرکت پلانکه که به این صورت انجامش میدی. وای میستی به مدت 1 دقیقه دست بیست. این حرکت انجام میدیم به مدت 1 دقیقه. میریم واسه حرکت های بعدی. میریم آقا واسه حرکت بعدیه های کریستیانو رونالدو واسه استقامت. به این شکلی که اینجوری وای میستی و پاها رو جمع میکنیم تو سینه. 1 و این حرکت رو 1 دقیقه انجام میدی و میریم واسه حرکت های بعدی. حرکت بعدی که میخوایم انجام بدیم به این صورتی که در این حالت وای میسیم واسه پناه، باسن 1 کم میدیم بالا، باسن میدیم بالا و 20. و ما این حرکتی که الان انجام دادیم و همینجوری انجام میدیم تا 30 بار بشه. و خسته شدیم ما. و بچه این بود از تمرینات رونالدو. من تک تک تمریناش که تو خونه انجام میده رو یکی یکی واسه تو انجام دادم. اگر حرکت ها نتونستم به اون درستی برم واسه بود که بدن خسته شکم نمیذاش برم. خب میریم واسه زندگی نامه رونالدو که ببینیم در روز رونالدو چیکار میکنه. و از اون جایی که ما رونالدو نیستیم، ما این رونالدو نه تغذیه‌اش رو میتونیم انجام بدیم نه لباسی که میخره.
همینجا ویدیو رو به پایان میرسونیم و تمرینات رونالدو این بود. ببخشید ولی نه بودجه کار رونالدو رو ما داریم نه چیز دیگه. میریم واسه فردا و یک ویدیو جدید. Let's go.